سلام دوستای عزیز، بازم خوش آمدین به چینل خودتان، به چینل آشور انترتینمنت. ما آشور در خدمتتان بازم با یک داستان هیجانی و جالب دیگه، قلعه اسکا که بر اساس واقع بودن آن چندین فیلم هم جور شده. زیاد پرحرفی نشه، راسن میریم سر داستان. در نایه ایالات متحده جمهوری چک بر روی تپه در نزدیکی رودخانه ولتاوا قلعه ساخته شده در قرن 13 جای دارد. در این قلعه از روزی که ساخته شده به قدر حوادث مرموز رخ داده است که امروزه هم هنوز شهرتش را حفظ کرده است. قلعه‌ای که طبق افسانه های قدیمی انتهای آن به جهنم باز می شود. قلعه اسکا در قرن 13 در دوران سلطنت شاهی دوم بر بالای تپه با شکاف عجیب در بالای کوه آهکی ساخته شده است. افسانه های درباره گیرنده قلعه اسکا از خود قلعه قدیمی تر است و روایتگر عمق به میزان غیر قابل تصور عمیق و منبع ملاقات های عجیب در انتهای آن هستند. بومیان گودال به انتها را با عنوان گودال جهنم توصیف می کردند و اهالی قریه بعد از تاریک شدن هوا می ترسیدند از نزدیکی آن عبور کنند. اهالی قریه باور داشتند موجودات عجیب نیم انسان و نیم حیوان برای کشتن حیوانات مزرعه و با بار آوردن سایر خرابی ها در طول شب از این سوراخ عجیب بیرون می آمدند. بر علاوه باور داشتند هر شخصی که از نزدیکی این محل عبور کند با خطر تبدیل شدن به یکی از موجودات گودال قرار می گیرد. اما ماجرا چیزهای بسیار بیشتری از شایعات را در بر دارد. همچنین قبل از ساخته شدن قلعه بسیاری از رخدادهای مرموز پیش آمده در این قلعه در اسناد رسمی ثبت شده. مردم محلی در اوایل قرن 12 برای محافظت از خود در برابر هروای خبیث تلاش کردند که این گودال بی انتها را با سنگ پر کنند. اما گودال هر چیز را که به درونش انداختند بلعید و نتیجه حاصل نشد. بعد از آن تصمیم گرفتند زمین را با تخت سنگ های ضخیم بپوشانند و برای آن یک عبادتگاه بنا کردند. بعد از آن ساخت و ساز متوقف شد و این معبد کوچک به قلعه بزرگ تبدیل شد. به طور تعجب برانگیز است دیوارهای قلعه همواره دارای نم رطوبت هستند و حتی با تکنولوژی امروزی نیز رطوبت موجود در دیوارها از بین نرفته است. در میانه قرن 14 دو قدرتمند دبوکلان ها با هدف رمزگشایی اسرار گذارگاهی که تصور می شد با سوی جهنم باز می شود. با یک زندانی محکوم به اعدام پیشنهاد داد که اگر قبول کند توسط یک طناب در گودال به انتها پایین رود و گزارش دهد تمام گناهانش بخشیده خواهد شد و ثروت انگفت دریافت خواهد کرد. زندانی بیچاره سریعا پیشنهاد را قبول کرده و در نتیجه دروازه فلزی عظیم موجود در سردخانه قلعه بعد از صدها سال باز می شود. با وجود اینکه از این گودال ترسناک بوی بد و صداهای وحشتناک شنیده می شد، زندانی توسط مکانیزم چرخان با همراه روشنایی در دست و پایین گودال، اما بعد از حدود 120 متر پایین فرستاده شدن در فضای شکاف یک سکوت طولانی برقرار شد و بعد از آن زندانی به شکل غیر قابل کنترل شروع به فریاد زدن کرد. همگی افرادی که در بالای گودال بودند از شدت ترس ناشی از فریادهای زندانی زبانشان بند آمده بود. بعد از اینکه افراد زندانی را دوباره به بالا کشیدند، مشاهده کردند که موهایش کاملا سفید شده و دیوانه شده است. او بعد از چند روز به اثر یک بیماری مرموز از دنیا رفت. آنها تلاش کردند افراد دیگری را نیز برای بررسی بیشتر به داخل این گودال بفرستند، اما هر بار همین نتیجه حاصل می شد. در یک دستنوشته آلمانی به جا مانده از قرن نهم در موردی که قلعه برای آن بنا شده اطلاعات جالب ذکر شده که در آن تاریخ قلعه هنوز ساخته نشده بود. طبق روایت قبل از اینکه انسان‌ها برای زمین فرستاده شوند
شیطان بزرگ ساموئل دنیا را بین 5 فرزندش تقسیم می کند. هر کدام از این فرزندان مردمان و ویژگی های جدا داشتند. یکی از آنها می توانست به اعماق دریا برود و این کار را به مردمش می آموخت. یکی دیگر می توانست به ستاره ها سفر کند، نامری شده و مخفیانه به صحبت های فرشتگان گوش فرا دهد. نام یکی دیگر از آنها ماتل برزاگ بود و می توانست به شکل حیوانات درآید و نگهبان زندان زیر زمین بود. او با 13 زن از فرشتگان سقوط کرده ازدواج کرده بود و قسم خورده بود که از هر کدام از آنها صاحب فرزندی گردد. سابسان دیابولی 13مین فرزند او و وارثش بود، ولی به قدر وحشتناک بود که حتی پدرش هم از او می ترسید و بنابراین او را در اقیانوس رها می کند. کاکایش که فرمانروای اقیانوس ها بود کودک را یافته و او را دوباره به زندگی باز می گرداند. او سرپرستی کودک را به دیگر کاکایش که در آسمان ها زندگی می کرد سپرده و تا دوران بلوغ از او محافظت می کند. سابسان دیابولی با بزرگ شدن در کنار کاکایش نامری شدن و گوش کردن به فرشته ها را می آموزد. او یک روز در حالی که دوزیده به حرفهای ملائکه گوش می داد داستان خودش و کارهایی که پدرش در حقش انجام داده بود را متوجه می شود و در حوالین حرکت کاکایی که از او نگهداری کرده بود را به قتل می رساند. سپس تصمیم می گیرد از دنیای آسمانی تحت فرمانروای کاکایش پایین آمده و به دنبال زمین بگردد. او با رسیدن به زمین از همه شیاطین خواست که با او بپیوندند و با کمک آنها پدر، برادران و کاکایش را به قتل برساند. وقتی درخواست‌های او مورد قبول واقع نشد، پدرش که نگهبان زیر زمین بود را به قتل رساند و با رفتن به محل قلعه برای آزاد کردن شیاطین سوراخ به سوی زندان ایجاد کرد. قسمت‌های خاص داستان از این مکان گاهی به عنوان زندان و گاهی به عنوان جهنم یاد می شود. بعد از آن شیاطینی که هزاران سال بود در جهنم زندانی شده بودند وسط این چاه خارج شده و تمام شیاطین دیگر را روی زمین به قتل رسانده و زمین را متعلق به خودشان می کنند. اما نهایتاً پدرش یعنی شیطان بزرگ ساموئل دوباره به زمین بازگشته همگی آنها را به همراه هم دوباره از طریق این سوراخ به پایین می‌فرستد. رموز بیشمار در مورد قلعه هسکا وجود دارد. چرا در مکانی که هیچ اهمیت استراتژیک ندارد و یا هیچ کدام منبع آب ندارد و دور از همه مسیرهای تجاری بنا شده است؟ چرا محلیان همواره از قلعه و اطراف آن فراری بودند؟ چرا در حیات داخلی قلعه پرندگان مرده زیاد یافت می شود؟ بله، بسیاری از پرندگانی که بر بالای قلعه پرواز می کنند مرده و داخل حیات قلعه می افتند. ولی در محیط وسیع اطراف آن چنین اتفاقات زیاد رخ نمی دهد. هدف تاریخی ساختن قلعه در مکان غیر قابل نفوذ از جنگل ها حتی غیر مناسب برای شکار، دور از مرزها یا مسیرهای تجاری نیازمند محافظت. نقطه جالب دیگر در مورد این قلعه این است که قلعه هیچ گونه منبع غذایی و آب ندارد و این مسئله به طور واضح نشان می دهد که این قلعه با هدف اقامت در آن بنا نشده است. یک حقیقت عجیب دیگر این است که زیادتر بخش‌های دفاعی سازی سنگی مکعبی اوریژنال هنگام ساخته شدن در قرن 13 نه به سمت خارج بلکه به سمت داخلی بنا ساخته شده است. یعنی این رقم به نظر می رسد که قلعه گویی نه برای محافظت در برابر دشمنان خارجی بلکه به طور ویژه برای جلوگیری از خروج چیزی از داخل و بیرون طراحی شده است. از طبقات بالای قلعه پله‌های برای رفتن به سمت حیات جابجا نشده است. در این اواخر یک تیم مستندساز حوادث ماورا و طبیعه در مورد قلعه مستند تهیه کردند. بر اساس مدارکی که به آن دست یافته بودند، طی جنگ جهانی دوم آلمانی‌ها حوادث رخ داده در این قلعه را شنیده و فعالیت‌هایی را برای خارج کردن جانوران پنهان در گودال
و انداختن آنها به جان دشمنانشان انجام دادند. در حالی که آلمانی ها هنوز به هیچ مشکل ساحه را در اختیار داشتند. پروژه به یک باره به اتمام رسانده شده و قلعه مهرموم شده و ترک گردیده بود. به علاوه بر اساس گزارش های رسمی از میان حدود 120 نفر مسئول در قلعه 97 تن ناپدید شده بودند. همان تیم مستندساز از طریق بررسی های انجام داده توسط تجهیزات خاص در قلعه انرژی های منفی زیادی را ثبت کرده بودند. با وجود این که می‌خواستند دروازه گودال که در انبار یافته بودند را باز کنند، نتوانسته بودند جوازهای لازم از مقامات رسمی را دریافت کنند. امروزه قلعه هاسکا به همراه رمز و رموزش در یک کوه خالی از سکنه در جمهوری چک هنوز هم با وجود همه وهم انگیز پابرجاست. شما در مورد این قلعه چی فکر میکنید؟ چرا این قلعه با این ساختار بنا شده و رمز راز صداهای وحشتناک آن چیست؟ تشکر از اینکه تا آخر برنامه همراهی کردین. اگر از داستان ما خوشتان آمد لایک و یا کامنت یادتان نره. بازم تا یک برنامه جالب هیجانی دیگر، خداوند یار و نگهدارت.